السلام علیکم. آیا گاهی هم همین سوالا را در زندگیت از خودت پرسیدی که چرا الله متعال مرا خلق کرده؟ ما چی میکنم؟ کجا میریم؟ هدف زندگی ما چیست؟ آیا هدف زندگی ما همین است که ما صرف بخورم، بنوشم، خواب کنم بس؟ دیگه هدف زندگی نداریم؟ کجا میریم؟ آیا امی زندگی در دنیا که داریم بر امتحانش آماده هستیم؟ چی آماده کردیم برای امتحان؟ این سوالایی است که انسان باید از خود بپرسد همیشه. هر کس، هر محصل، هر شاگرد، هر انسان. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که ما یک زندگی هدفمند داشته باشیم تا با یک هدف کار کنیم. اگر زندگی هدفمند نداشتین، یک هدف در زندگی نداشتین، هیچ تفاوتی در زندگی تا نمیه و هیچ میراثی خوبم به نسل‌های آینده شما نمیگذاره. پس باید این سوالا را از خود کنیم که ما چرا الله متعال ما را خلق کرده. اول هدف زندگی معلوم شد، چون هدف، مثلا هدف یک انسان جنت است، درست است؟ این یک سفر است، از اینجا ما شروع میکنیم. هدف معلوم است، نقشه معلوم است، راه معلوم است. مثل گوگل مپ وارد برتان نقشه است، دستینیشن، هدف جنت، از اینجا شروع میکنین میرین. این سفر است. در اینجا اسلام شما را از کارهای دیگه دنیایی منع نمیکنه، ولی باید زحمت بکشیم. شب و روز باید کار کنیم تا بتانیم به خاطر اسلام، به خاطر امت اسلامی یک چیزی کرده باشیم. این نمیشه قرار بشینیم خو کنیم الله متعال رزق نشته کرده خو از آسمان خو برتان نمیه. باید به او زحمت بکشین. بسیار از جوانان را شما میبینین یگانه دلیلی که امت اسلامی به این حالت رسیده همین است که جوانان از اسلام دوری کردن. اگر مثلا اقتصاد میخوانن، کامپیوتر ساینس میخوانن، در او هم قدر هدف بزرگ ندارن. یعنی میگه مرا به اسلام چی و مرا به او چی و مرا به ای چی، هیچ هدف زندگی ندارن. چرا میخوانی؟ دوستایم میخوانن. چرا اقتصاد میخوانی؟ صنفیم اقتصاد میخوان. ولی خودتان چرا میخوانی؟ خودتان چرا یک 15 میخوانی؟ از خاطر همی است که باید شما در زندگیتان هدف داشته باشین، با خاطر از او هدف کار کنین، با خاطر از او زحمت بکشین و شب و روز تا بتانین یک نمونه در جامعه باشین، تا بتانین یک مثال، یک الگو به جوانای آینده شما باشین.